برو دختر خوشگلم. عمو میشه یکم از این خوراکی ها بدی منم بخورم؟ من نمیدم بابا بهش. برو تو تا ببینم درد بخوری تو، به خاطر مادرت من تحملت میکنم و اینا پرتت میکردم بیرون. چرا مگه من چیکارت کردم؟ با بچه خودت هم اینطوری رفتار میکنی؟ من تازه میخواستم بهت بگم بابا. تو نمیخواد به بابای من بگی بابا. بیا همینو بخور، این از سرتم زیادیه. دستت درد نکنه آقا ناصر. تو خوراکی پرت میکنی جلو بچه من، ولی من چند سال هیچ فرقی بین بچه تو و بچه خودم نذاشتم. گفتم جای مادر نداشتهشو براش پر کنم. اتفاقا همیشه اول هوای دختر تو رو داشتم، بعد بچه خودمو. غیر از اینم نیست، برای منم با بچه خودم تا حالا فرقی نداشته. بس کن، کرکه نیستم. خودم همه چی شنیدم. تو لیاقت این همه خوبیای منو نداری. بیا بریم دخترم. کجا؟ مگه تا حالا چیزی کم گذاشتم واسهتون؟ میدونی چیه؟ اشتباهو من کردم که ازدواج مجدد کردم. الانم من میرم که تاوان اشتباه منو بچم نخواد پس بده. ببین من درد میکشیدم